البته عبادت‌هایی که خداوند منان بالای بندگان خود فرموده است، اینها حکمت آنها توقیفی میباشد. یعنی الله سبحانه و تعالی برای بنده های مؤمن در یک شبانه یک روز 5 مرتبه نماز را فرض کرده است و در یک سال یک ماه مبارک رمضان را. اما حکمت های زیادی دارند ماه مبارک رمضان. البته عادتا ما ببینیم اگر انسان فقط از پای خوردن و نوشیدن است، وقتی که یک ماه مبارک رمضان انسان روزه می‌دارد، تمام آن ذخیره هایی که در وجود انسان، چرب هایی که جمع می‌شوند، در نتیجه روزه داشتن از وجود انسان بیرون می‌برد و انسان بعد ماه مبارک رمضان به خود یک نیروی جوانی را حس می‌کند. از طرف دیگر ببینیم اگر عبادت‌های فرموده خداوند همه بهر فایده انسانیت است. یعنی خداوند اگر عبادتی برای بنده مطرح نکرده است که بر زیان و ضرر انسان باشد. یک ماه روزه گرفتن این سبب پاکی و پاکیزگی انسان می‌گردد و بندگی یکی از رکن‌های اسلام هم این روزه داشتن ماه مبارک رمضان است. چای خوشتن و قهوه لذیذ شرکت ریان در ماه مبارک رمضان به شما قوت و نیروی نو میبخشد. بینوش لذت ببر. محبت یکم و تا ابد.